قصه پدری حقیقی. پدر در اول شب و مثل دیگر روزها به منزل خود داخل شد که آواز گریه پسر خود را از حجره پسرش شنید. پس سراسیمه داخل حجره گردیده از فرزند خود پرسید که برای چی گریه دارد؟ سبب گریه تو چیست؟ پس پسر بچه با یک وزن نهاد جواب داد: فلان همسایه امان وفات کرده است، بابای دوستم احمد. پس پدر با تعجب به پسر خود نگریسته گفت: چی اکنون؟ فلانی مرده است، پیر شد، میمیرد، قریب یک عصر زندگی کرد. او از سن و سال تو نیست که اینقدر گریه کنی. پسر بچه باز میگریست. پس پدر گفت: تو یک پسر احمق بوده ای، نخواد به همین مردن شخص انسان بگرید. من گمان کردم که در خانه تو را یگان چیز گزیده باشد، لیکن همه این گریه ها برای همین پیرمرد بود. ممکن که اگر من وفات کردم و نه تو اینقدر گریه نکنی. پس پسر به سوی پدر خود با چشمان گریه نظر کرده گفت: بله، من به مثل امروز هیچگاه گریه نمی کنم. این پیرمردی که امروز از دنیا رفت دست مرا گرفته به جماعت نماز بامداد برده بود. آنی که امروز از دنیا رفت مرا از رفیقان بد دور کرده به سوی خدا ترسی دعوت کرده بود. آنی که امروز از دنیا رفت و من حفظ قرآن و یاد الله را تعلیم داده بود. تو برای من چیکار کردی؟ تو فقط به نام پدری من هستی، تو فقط به جسد من پدر هستی، اما وی برای روح من پدر بود. من امروز برای آن گریه میکنم که او پدر حقیقی بود. پس این سخنها به پدر خیلی تأثیر کرد و بعد آن خطاگی‌های خود را حس کرده به گریه درآمد و از همان روز سر کرده پدر از یگان نماز جماعت مسجد نمی ماند.